دوستان عزیز، پیش از ویدیو را آغاز کردن میخوام شما را با یک کانالی نو آشنا کنم. این کانالی عایشه فرشته است. کانال ویدیوهای گوناگون دارد و دستگیری مو پیشروی دوستان می باشد و سیلکش ما در پایان ویدیو میمونم. از نام اویلوی در آلمان سلامی مرا رسانید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همتون دوستان عزیز به خیر و شادی باشد. صبح ما نیز به خیر و شادی باشد ان شاء الله. ما در دوستان عزیز زمستون حقانی شده نگاه کنیم. سحر ما در چقدر برف بریده. باور کنیم همین نگاه کنید همین قشمولای چیلای خوردک شده بوده اینا. اینجا رو با پس ده برف. دوستان عزیز، باز یک نمود صبحانه تیار میکنم. این آرد در کاره موده، شیر در کاره، نمک، سیر، زیلین، پمیدور، تخم، کلباسه و یگم چیز اگر با فراموش کرده باشم خیلی خوش میکنیم. و دوستان عزیز بینید تا حال در ما برف بریده است. نگاه کنید زمین نگاه کنید برف چند کشیده. در حقیقت اکنون در زمستان های برف نیست، های زمستان نیست. انکه زمستان چیلای خوردک موده نو سر شد. ببینید چقدر بریده است. همین قشمال خنکه که حتی ایتریزن نگاه کردن نمیشود. بزن شکم بسیار که در اینجا بچه نخور.
اینا دوستانی عزیز صبحانه ما تیار شده. ببینید چقدر خوش اومده. دوستان عزیز نفرانی که در سر میز نشستن و صبحانه میکنن با اونها اشتیاق طعام با ما نیز اشتیاق طعام. دوستان عزیز این خریدی کمککی ما برای نمی چی رفتیم نه که بو نشید بو خرید کردیم. نون نداشتم نونم خیلی خریدیم. ما چند بار گفتیم که ما ای مغازین کم استفاده میبرم. من خیلی چیزا رو میکنم خودم. امروز نکردم نون که داشتم نکردیم. دوست دیگر نونم کمتر بود. کمی نکنه شاو کدا برای همین چی نکردم. خیلی خریدم. نه دوستان عزیز ما از یک چی نشون میتونم بعد سخن دوباره خرید میکنیم. اینمی ما فکر کنم یک تا یک بار چی میوه ژورنال میوه برای اینمی مغازه. اینمی چیزا رو ما خواستیم بریم بخریم ای مغازین برای سابرینا و دینوزه. اینو برای سپورتن. روزی که کرانتین خونه داد بیچاره کودکان زیق میشن. ما بیرون هم کمی بریم. ما فقط بیگونیا چی میبریم سپورت میدویم کمککی با میدرویم برادنا. برای همون گفتم که خیلی بود خونه رم باشه بهترینه. رفتیم روز دیگه یگون چی را نیفتیم بغرض اینمین یگون چی دیگه نیفتیم. مغازین چی را پرسیدیم ایس کالکو گفتم که همجا را بکنیم که گفتیم نیفتیم. یگون چی نبود دلنوزه اینی خواست بگیره ایرم نیفتیم. روز دیگه بغرض اینمی یگون چی دیگه نه ما دیر رفتیم. ما قریب بیگونی بود که رفتیم عصر خوندیم برفتیم. یگون چی نیست ای بود برای کودکای مایدهک بود برای کلونو نبود. گفتیم بگیریم برای کودک مایدهک یادم نمیشیم برای همون نیفتیم. انا که دوستان عزیز خریدیم و اینا گفتم که ما بغرض اینمی دیگه یگون چی نیفتیم. اینمی را گرفتیم دیگه یگون چی نیفتیم. خیلی سوزی اینجا باشه وای گرفتیم. اینجا باشه با خورمو ناز میبینیم گرفتیم. کودکانم گفتم چون ما رو میخریم. خیلی سمیتن بعد سلیف که برای نمیگون تورت بودن بودرینگ ساک گرفتیم با کودکانم. او نمیشه در بیرون موندیم نمیشه در پدیز موندیم نمیشه در آوردیم. یعنی همون چیزی که ما برای دیلنوزه و سابرینا رو گرفتیم دیگه هیچی نرفتیم. همیه رو کودکا زیق شیدن خیلی گفتم به همیه رو خریدم شون. اینم خیلی دوستان عزیز خریدی کمتره که ما امروز راست دیگه مغازه هم محکم که هستن دیگه نمیدونیم. ما فقط همین میریم میخریم میویم یگون چی تیار میکنیم در ولوگمون هم راست دیگه یگون چیزی شوق‌آور یگون چیزی چی نیستن میپزیم یگون چی را پختن مناسیونکا میکنیم. مغازه رفتن خرید کردن برای خوردنی مناسیونکا میکنیم. اینم خیلی چیزا را سیونکا میکنیم. یگون مغازه چی شده مثل لباسه که برام دوجه سیونکا کنم که چی بوری سکیت کشیده یا که چی بوری نغز اومدگیه. برای همین دوستان عزیز خیلی یگون کامنتاری چی هم بنویسین. لبای کامنتاریتون ما با جان دل قبول میکنیم و انشالله باوری دارم که یگون کامنتاری بیزی بام نمی نویسین. همتون مینا دارم دوستان عزیز برای سخنهای بهترینتون برای دستگیریاتون.